پرنده‌دارای عزیز، وقتی میبینید که شما همه موارد رو دارید رعایت میکنید، یعنی مکملاتون اوکیه، قفستون خوبه، جاتون خوبه، ولی پرنده‌تون جفتگیری میکنه و مطمئن باشید که نر و ماده هستن ولی تخمشون نطفه نداره، به خاطر که در اسارت اصطلاح پس پرنده اینقدر مو در آورده، اینقدر دیگه به قول خودمون موهای نرم در آورده، حالا چه نر چه ماده، اون عمل جفتگیری رو نمیتونن خوب انجام بدن. و اینجا وظیفه صاحبتون، این صاحب این پرنده اینه که آروم، نه که بکنید، با یه قیچی مرتب و تیز کوچیک یواش پس پرنده رو کوتاه کنید. مراقب باشید که زخم نکنید، چون اگه زخم بشه ماها جفتگیری نمی کنن، تازه اگه مریض نشن یا عفونت نکن. در اسارت این همه اینا بنده خدا پرای نرم دارن.